تو این ویدیو داش فرانکلین ما به شوتی سوار تبدیل میشه. اگه دوست دارید تا آخر ویدیو با ما باشید که داداش فرانکلین چطور شد به یه شوتی سوار تبدیل شد. پس بریم. بابا اینو از دست ما. من امروز همینو خریدم، خیلی قشنگه. این آباژوره، یه نور سفید رنگ با یه کله زرد رنگ خریدم که با هم بریم و برگردیم. الان ساعت 5 صبح. خب بریم پیش سیمیون. بدونم یه 405 میخوام، یه 405 قشنگ یا یه الیکس قشنگ ولی شوتی باشه. این ماشین خودم دوستش دارم ولی مثل الیکس یا 405 نه، یه چیز دیگه است. خب زنگ بزنم به رئیس بدونم کار برای ما پیدا نکرده. الو، سلام رئیس. وایسا رئیس، من برم اینجا وایسم. سلام رئیس، قربانت. میگم کار نداری برام؟ بیا کار دارم برات، بیا کاری کن. چی شده رئیس؟ برو کنار سیمون کچل یه 405 یا یه الیکس شوتی ببر. خب رئیس الان داشتم همین کارو میکردم. برو یه الیکس سفید ببر اونجا، پر از بار از برو ببر جنوب غربی لس آنجلس. خب باشه چشم. خب کاری نداره رئیس. خداحافظ خداحافظ. خب الان با رئیس حرف میزدم، میگفت یه 405 400 من یه الیکس سفید بیار همین رنگ ولی شوتی شیش تا همینقدر فکر کنم شیشه دودی باشه، خیلی قشنگه. یا الله. والا بریم و برگردیم بدونیم این پارسه سفیده که برای ما گرفته چه شکلیه، بارش چیه. فکر کنم رئیس بهم نگه بارش چیه ولی دیگه ما مأموریم و معزوم ما کارمون انجام میدیم. چون در این آخر داداش فرانکلین ما خیلی بیپول شده، خیلی، یعنی اینقدر بیپول شده از حد گذشته. خب یه زنگی بزنم به داش کچل خودم. میدونم داش کچل همینجا. داش کچل اینم از داش کچل. داش کچل سلام. سلام فرانکلین. میگم مغازه ای؟ آره. خب میام کنار. باشه بیا. الان میام. خداحافظ. دادا شدم اون همینجا، نه از اینجا. این هم داداش سیمیون پشت کرده به ما. وای عجب الیکسیه، وای خدا قشنگه. به به خیلی قشنگ. داش کچل خودم سلام. سلام داداش سیمیون. داش کچل خودم. سلام فرانکلین. میگم میشه این رئیس بهم زنگ زد این ماشین الیکس سفید رو ببرم. آره بهم هم زنگ پولشو داد. خب دو کاری نداری به من فرانکلین؟ چی شده آقا سیمین؟ میشه یکم به من پول بدی؟ باشه چشم، بعد از مأموریت اومدم بهت پول نمیدم. خداحافظ. گاه نخور. وای 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 چقدر قشنگه. خب الان لوکیشن رو میفرسته. اینم رئیس پیام داد. خب کم کم بریم. اینم نقشه جی پی اس هم داره لامصبه. یالا یالا ساعتش خیلی زیادی یعنی با نیش گاز بهش بدی میره. خب بریم دیگه. یه شوتی سوار نباید پشت چراغای قرمز وایسی. یالا یالا یالا.
الله یا الله یا الله. بابا اینا نصف جاده رو میگیرن دیگه، نمیذارم ما رد شیم. خب بریم. وای 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 وای، چه غلطی کردیم. ایسته بازرسی اونجاست. الان ما چی کنیم؟ ایسته بازرسی یواش بریم دیگه، نفهمم که ما بار قاچاق داریم. یا الله سلام. وای تا حالا نفهمیدم، ولی دیگه دعا کنیم نفهمن. نمون چیکار کنم الان؟ یه جوری دیگه جاده رو قیچی کنم ازشون ما رو نگیرن. اونور دیگه. یا الله یا الله خدایم نفهم خود. یا الله به خدا فهمیدم. الان دیگه روح ما رو در میارن. شکر خدا نفهمید دیگه. الان یا الله وای فهمیدم، خدا فهمیدم. فقط میگویم فرار کنیم، اینقدر من میگویم. یا الله یا الله خدای خدا، یا الله جون یا الله یا الله. وای 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 وای. فرار کن فرار کن فرانکلین فرار کن. الان وقت چاپ کردن ماشینه. وای خدایم خدایم. فقط میگویم فرار کنیم، چون که ما رو بگیرن دیگه تموم. فرانکلین بدون فرانکلین میرم پشت میله های زندان. یا الله یا الله یا الله. وای وای خدایی خیلی چوسکی ردش کردم. اینو خرابش کردم. برو اونور رازل. یا الله یا الله پیغمبر پیغمبر. بابا برو اونور تو رو خدا دیگه. خدای خدا جون خدا جون نفهمن ما اینجاییم. خب به سلامتی از دست قاچاقچی ها، از دست همین پلیسا فرار کردیم. و دیگه دعا کنیم اینجا رو بلد نباشن. اینجا رو بلد باشن دیگه ما بریم اون دنیای دیگه. دوش فرانکلین بره اون دنیای قشنگ. وای الله. خب یه نگاهی به لوکیشن کنم، همینجاست. خب یه زنگی به رئیس بزنم. دیگه همین جاده رو بریم، ولی ماشین رو نگاه. اینو تحویل رئیس بدم دیگه من رو میکشه. نزدیکش بشم 100% مردم. با این ماشین نگاه کن وضعش. فقط من یه
اروری تو سرمه. این ارور چیه؟ من شیشه عقبم شکسته. چطور این برند الیکس اینجاست؟ تا نندازی پایین. وای 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 وای. الان چیکار کنیم؟ نه اونجا هست. این هاشون. پس بریم در ریلیکس ما که خورد و خراب شده. بریم کنارش. سلام. سلام. ببخشید شما قاچاقچی هستی؟ بله خودمم. خب میتونی این ما رو ببری؟ تو کاری نداشته باش، یکم برو اونور، ما خودم برمیدارم. خب باش. من میرم چشمم باز نمی کنم. خودتو جبا رو میبری بالا، خودت هم میاری با این. باشه چشم. مگه شما قاچاقچی نیستید؟ بله. خب ماش. چرا صدای این قاچاقچی اینجوریه؟ خدا این اولین بارم این صدای این قاچاقچی ها رو اینجوری میشنوم. ولی دیگه چیکار کنم؟ خب بیا ماشینتو ببر. میام. خدایی سرعت عملت خیلی بالاست، خیلی بالاست. چشم نوکرتم. میگم کاری دیگه به من نداری، من دیگه باید برم. من زندگی دارم، من باید برم خونه. خب کاری نداری؟ نه خدا حافظ. خدا این اولین بارم این قاچاقچی اینطوری با هم بر میزنه. این خدایی خیلی صحنه خوبی داری. نه خدا حافظ. این چینو. خب اینم داداش الیکس ما. بریم. پس بریم. لیتس گو. بریم خونه الان. رئیسم بهم زنگ میزنی. نه خودم بهش زنگ بزنم. الو سلام رئیس. سلام فرانکلین. این بارو داشت به این قاچاقچی ها دادم ولی صدا جوری بود. این هنجرش رو عمل کرد. خب من دادم. الان چیکار میکنی؟ پولو به من میدی یا نه؟ شما حرکاتتو بفرست برام، خودم میفرستم برات. خب چشم رئیس، ولی تو رو خدا یکم این الکسر هم میبینی؟ آره مال خودت. برو پیش سیمیر با پول خودم برو صفرش کن. چشم رئیس، من نوکرتم. پس خداحافظ. خب شنیدی رئیس به من چی گفت؟ این الیکس دیگه مال منه. الیکس قشنگ خودم. خب بریم. این رئیس پول به ما داد، اینم پول. رفتم این لباس رو خریدم، این هندسفری رو خریدم، این شورت هم خریدم، خیلی قشنگ بود. ولی اصل کاری اینم ماشین الیکس ما. از 1 تا 10 چه نمره ای بدیم؟ خب دوستان، از 1 تا 10 به این ماشین چه نمره ای بدیم؟ بعد از این ماشین قلب سفید یا بنفش رو بزنین که منو خیلی خوشحال میکنی. خب دوستان، تا حالا اومدی لایک و سابسکرایب یادتون نره. اگر از این ویدیوها خوشتون میاد تو کامنت ها برام بنویسید تا براتون از این ویدیوها درست کنم و بعد دیگه تنتون اول پول داشتید با بعد سلامت شید. خب what's up guys، خداحافظ.